هندوستان و پاکستان 15 اکتبر سال 1947 یک کشور تجزیه شد. از آن کشوری پاکستان جدا شد با این نام: جمهوری اسلامی پاکستان. این قوم‌ها یعنی مسلمانان و هندوها در کشور هندوستان در گذشته از کنار هم زندگی می‌کردند. پس از جنگ دوم جهانی در سال 1945 و شکست امپراتوری بریتانیای کبیر، این کشور به دو قسمت در سال 1947 تقسیم می شود. اینها را تقسیم کردند تا کنار هم در صلح، آسایشتگی، امنیت زندگی کنند، اما این گونه نشد. این مرزها به مرزهای خونین جهان تبدیل یافته است. این دو کشور بارها به جان هم افتادند، درگیر شدند. همین جنگ ها، همین ضدیت هاست که هندوها پاکستانی ها را و پاکستانی ها هندوها را دوست ندارند، ضد هم نفرت دارند. موضوع دیگری بحث آنها این کشمیر است. در اول کشمیر نه به هندوستان و نه به پاکستان تعلق داشت، اما در اینجا یعنی در کشمیر بیشتر مسلمان ها زندگی می کنند. در همان سال 1947 اول پاکستانی ها به کشمیر سر در آوردند. این را دیده هندوها هم خیستند به سمت کشمیر. آنها فکر میکردند اگر پاکستانی ها پیروز شوند کلی کشمیر به دست آنها می افتد، اگر هندوها پیروز شوند همین گونه. این جنگ با مداخله سازمان ملل متحد در ماه ینور سال 1949 به پایان رسید. این کشمیر هم میان این دو کشور تقسیم شد. ماه اوگوست سال 1965 از کشمیر آزاد که تحت اداره پاکستانی ها بود، آنها به کشمیر هندوستان حمله کردند. مسلمانان پاکستان فکر میکردند که مسلمانان کشمیر هندوستان به آنها می پیوندند، اما این گونه نشد. آنها از حکومت هندوستان وفاداری ها می دیدند. ارتش به کشمیر هندوستان آمده پاکستان را هندوستانی ها سرکوب کردند. پاکستانی ها به عقب نشستند. 23 سپتامبر سال 1965 آتش بس بین این دو کشور اعلان شد. با این حادثه هم سازمان ملل متحد مداخله کرد. برای این آتش بس منطقه با نام بنگلادش یا خود پاکستان شرقی در سالهای 1971 به دنبال استقلالیت خود میگشت. همین بود که ماه دکبر سال 1971 هندوها با یاری پاکستانی های شرقی یا خود بنگلادشی ها آمدند. پاکستانی ها بنگلادشی ها را آزار زیاد می دادند. چند میلیون نفر آنها به هندوستان پناه بردند. این جنگ یعنی جنگ دو کشور در ماه دکبر سال 1971 13 روز دوام کرد. گرچنده که این جنگ طولانی نبود اما تقدیر ساز بود. پاکستان شکست خورد، مجبور شد تا استقلالیت بنگلادش را بپذیرد. در طی این جنگ ها 3 میلیون بنگلادشی جان خود را از دست دادند.
30 میلیون بنگلادشی آواره شدند. هندوستان و پاکستان در سال 1999 هم با هم جنگیدند، اما این جنگ ها فرق کننده بود. در این سال این دو کشور به قدرتی هسته‌ای تبدیل یافته بودند. هر دو کشور بمب‌های هسته‌ای داشتند. خطرناک شده بودند.